عجب ادیت خفنی زده. میخوای بدونی چجوری میتونی درستش کنی؟ بیا تا نشونت بدم. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. ما توی این کانال قراره یک سری تکنیک‌های ادیتی که ویدیوهای وایرال شده یا یوتیوبرها ازش استفاده میکنن و به صورت آموزشی قرار بدیم و با هم دیگه یادشون بگیریم. خب من دیگه صحبت نمی‌کنم، بریم که آموزش شروع کنیم. خب من یه سری پلان داشتم که دانلود کردم و روی تایملاین چیدم با یه موزیک انتخابی. حالا شما میتونید مثلا خودتون هر موزیک که دوست دارین انتخاب بکنین، ولی خب من از موزیک خود همین ویدیو استفاده میکنم. خب برای شروع من یه کپی از لایه اولی میگیرم، اسکیل پنل پریویوم 75% میکنم تا بتونم دید بهتری داشته باشم به تصویرم. توی پنل افکت کنترل با استفاده پن تول اپاسیتی ما لوگومون رو به صورت ماسک در میاریم تا بتونیم که اون از بک‌گراند جدا بکنیم. بعد از اتمام کار داخل تنظیمات ماسکم ماسک پچ پلی ماسک پچ رو میزنم تا نرم افزار به صورت خودکار ترکینگ لوگو رو انجام بده. بعد از اتمام کار یه کپی از لایه ماسک شدن رو میگیریم و لایه میانی رو نصف میکنیم، چند 2 لول بالاتر میبریم که مخالف کارمون نباشه. از پنجره افکت ها افکت ترانسفورم رو روی لایه نصف هم اعمال میکنم و از این قسمت تیک شاتر انگل رو غیر فعال و شاتر انگل رو 360 میذارم. کیفرم پوزیشن رو فعال میکنم، یه ثانیه به جلو میرم و لوگومون رو به سمت چپ و بیرون قاب هدایت میبینید که باید تا حدی باشه که فقط از قاب خارج بشه. سرعتش رو تست میکنم، سرعت نسبتا خوبی داره. اگر سرعت کمی داشت میتونید کیفرم رو نزدیکتر کنید و سرعت رو زیاد کنید. به آخرین کیفرم من میرم و یک کات میزنم. لایه نصف شدم رو در ادامه ترانسفورم لایه بعد خاموش میکنم. در اینجا برای اینکه ما سرعت چرخش یکسانی داشته باشیم و کوتاه بلندی اتفاق نیفته، ما از لایه ابتدایی که برش زدیم کپی میگیریم، روی نصفمون قرار میدیم و به اندازه همون لایه شروع میکنیم کات زدن تا انتهای پلانمون که سرعت یکسانی داشته باشیم تو این پروسه. خب در اینجا کاتا تمام میشه، اضافات رو پاک میکنیم و از ترانسفورم که روی لایه ابتدایی اعمال کردیم یک کپی میگیریم، روی لایه دوم میندازیم و پوزیشنش رو تغییر میدیم. در حالت اولی از وسط به چپ میرفت، حالا ما باید از راست قاب به میانه تصویر بیایم که مکمل حرکت قبلی باشه. میبینید که به زیبایی ادامه تصویر رو انجام میده. به لایه اول میرم، ترانسفورمش کپی میکنم و یکی در میون برای پلان هام اعمال میکنم تا این تداوم حرکتی وجود داشته باشه. بعد از پیست کردن روی اون لایه ها، روی لایه دوم کلیک، ترانسفورمش کپی و یکی در میون مثل سری قبلی روی پلان هام پیستشون میکنم. حالا اگر نگاه کنید ببینید که به صورت مداوم این در حال چرخش هستش. خب همه لایه ها رو سلکت و اونا رو به نصف تبدیل میکنم، روش کلیک میکنم و افکت لنز دایرکشن روش اعمال میکنم برای اینکه یه مقدار کروی به لوگومون بدیم. زمانی که از قاب خارج میشه نگاه بکنید میبینید که این مقدار حالت کرو میگیره و دیگه تخت نمیاد و میبینید که به زیبایی اکالت کرو انجام میدم. تمام لایه ها رو سلکت میکنم و اونا رو به یه نصف تبدیل میکنم. با کلیک راست روی پلان و شو کلیک کیفرینت و تایم ریمپینگ اسپید رو انتخاب میکنم، دوباره بخش تایم ریمپینگ بشه. خب من سرعت رو 180 قرار میدم و با نگهداشتن کنترل یک کیفریم ایجاد میکنم روی خط تایم ریمپ و بازی تایم ریمپ رو زیاد میکنم. از خط دوم سرعت کار رو کم میکنم و 88 میرسونم. اگر نگاه کنید ببینید که به زیبایی سرعت از زیاد به کم تبدیل میشه. برای نرمتر کردنش هم میتونیم از اهرام وسط خط استفاده بکنیم تا این حرکت نرمتر اتفاق بیفته. و برای جذاب‌تر شدن کار یک کیفریم در قسمت اسکیل کار ایجاد میکنم و کیفریم هاشو نرم میکنم و در قسمت گراف
سرعتش رو از کم به زیاد تغییر میدم. این جلوه رو به کارم میدم. خب دوستان، امیدوارم که تا اینجا ویدیو لذت برده باشین و تکنیک های جدیدی یاد گرفته باشین. برای اینکه تایم ویدیو زیاد نشه من به اجبار آموزش تا اینجا برای این قسمت تمام میکنم و شما میتونید ادامه آموزش رو توی قسمت بعدی که داخل همین کانال گذاشته میشه دنبال بکنید. برای حسن ختام قسمت اول هم خروجی کار رو میذارم تا قسمت دوم رو حتما نگاه بکنید.